نمایندگان جامعه شهروندی شهر خورخ فعالیت خود را در کمیسیون تحقیق پرونده مرگ گلبدین زیوبکوف به دلیل دخالت بیش از حد دادستانی ولایت مختار کوهستان بدخشان پرویز عارفزاده به کار این کمیسیون موقتا قطع کردند. در این باره یک نماینده جامعه شهروندی در این کمیسیون خرسند محمدشایف بعض پلیوس خبر داد. دادستانی ولایت مختار کوهستان بدخشان پرویز عارفزاده و دیگر مقامات رسمی این خبرات تا حال شرح ندادند، ولی خرسند محمدشایف گفته است ما شرط گذاشته بودیم که در قدم اول به تحقیق حادثه تفدیم متمرکز شویم. آنها تحقیق را به طور دیگر توق دادنی هستند. روز 14 دکامبر در پی ملاقات با سید مومن یتیموف و رمضان رحیمزاده نمایندگان جامعه شهروندی خورخ گفته بودند که همکاری را با وزارت کارهای داخله و کمیته دولتی امنیت ملی قطع میکنند، ولی با پروکراتور ادامه میدهند. اما این دفعه طوری به نظر میرسد نمایندگان جامعه شهروندی از ادامه همکاری با کمیسیون تحقیقاتی پر دست کشیدند. محمدشایف گفته است که آنها از تصمیم خود جهت قطع فعالیت نمایندگان ساختارهای دولتی در این کمیسیون را رسما خبردار کردند. ما به کار نماینده دادستانی کل در کمیسیون اراده نداریم، ولی دادستانی ولایت به کار کمیسیون خلل میرساند، جنجال میاندازد و آشکارا دخالت میکند. همه این ما را مجبور کرد موقتا کار خود را قطع کنیم، گفته است خرسند محمدشایف به آزیا پلیوس. کمیسیون تفتیشاتی مشترک عبارت از 20 نماینده مقامات تفتیشاتی و 6 نفر از جامعه شهروندی در پی انجام اعتراضهای خورخ تشکیل شد. یک طلب اساسی اعتراضگران که تنها بعد آن پذیرفتن مقامات مردم ترک میدان کرد، زیر نظر جامعه شهروندی انجام دادن تفتیش پرونده مرگ گلبدین زیوبکوف شد. محض مرگ مرموز این ساکن 29 ساله دهه تفدیم نویه روشقله بعد بازداشتن در سنه 25 نوامبر باعث جسد زیوبکوف در روی دست در کوچه های خورخ راهپیمایی کردن و با طلب به جوابگری کشیدن عاملان مرگ او 4 روز در مرکز خورخ تظاهرات اعتراضی برپا کردن ساکنان بدخشان شد. روز 16 دکامبر 44 نفر از جامعه شهروندی که اعتراضگران برای مذاکرات با مقامات انتخاب کرده بودند با نشر یک ویدیو از جریان اجرای طلبات‌های اعتراضگران اظهار ناراضگی کرده گفتند در حالی که مردم همه طلبات‌های گذاشته مقامات را اجرا کرد، مقامات هیچ یکی از وعده‌های خود تحقیق مرگ زیوبکوف و دیگر ساکنان کشته و زخمی شده، برقرار کردن علاقه موبیلی و اینترنت، برداشتن پستگاه‌ها، بیرون برآوردن نیروها و به جوابگری نکشیدن اشتراکچیان اعتراض‌ها را اجرا نکردند.